آقا فراد جان سلام علیکم. خیر خیرت چه داری؟ سلامت هستی؟ زنده باشی بخیر، کاربار بخیر میگذره. کجا بخیر؟ طرف خانه میرفتم. بیا که بریم، فقط 2 دقیقه مونده امین نماز جماعت بخونیم. بازار طرف که میرفتی راحت برو. ما تو سردرد هستم، تو جان درد هستم، خسته. خیر است، 2 دقیقه نماز است، زیاد وقت تا نمیگیره. فقط یک نماز میخوانیم، زیاد وقت تا نمیگیره. ان شاء الله باز از بازار طرف که رفتی برو. ما بسیار زیاد خسته هستم. خیر است، خستگی تا نماز رفع میکنه ان شاء الله. بریم. أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعاد. الله أكبر. حسن يا رب لنا الخلق. الله أكبر. فلا يحوي نزقا. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. پیامبر صلی الله علیه و سلم خطاب به یکی از اصحاب فرمودند به هنگام نماز طور نماز بخوان که گویا این آخرین نمازی است که میخوانی، نماز خداحافظی تو است. براستی از کجا معلوم که پس از این نماز آنقدر زنده بمانیم که به نماز دیگری هم برسیم؟ وقتی وارد نماز میشویم حتی نمیتوانیم یقین داشته باشیم که همین نماز را به پایان خواهیم برد یا خیر. پس چی رسد به این که بخواهیم به نمازهای دیگر امید داشته باشیم؟ پس ای برادر مسلمان، هیچ نماز را قضا مکن و عاشقانه به سوی نمازت بشتاب. پیغمبر صلی الله علیه و سلم یو صحابی ته په خطاب کې و فرمایل کله چې لمونځ کوي داسې لمونځ وکړه چې ښایي دا ستا وروستی لمونځ وي چې ادا کوي، یعنی دا ستا